دوستان خوب من سلام. آقا پیشنهاد من اینه که از این به بعد اسم جمعه بازار ولایت رو بذاریم ترس بازار، بذاریم وحشت پارتی، بذاریم زاری کده. هفته پیش که دایناسوری مثل موحدی کرمانی اومد و یه چنین روزه خوند. برای دشمن مسائلی مورد هدف است، همچون تغییر در منطقه، تغییر فرهنگ و سیاست، تقویت نارضایتی در بین مردم، جذب جوانان، اخلال در باورها و اعتقادها، به دست گرفتن مراکز تصمیم گیر، بازگرداندن نفوذ غرب و سلطه اقتصادی و در یک کلمه ضربه به اسلام. این هفته هم یکی از ماموت‌های عمامه‌دار به نام امامی کاشانی رفت پشت تریبون جمعه بازار و یه حرفایی تو همین مایه ها بلغور کرد. جوانها هوشیار بشن، رابطه درستی برقرار کنن، تعامل با اسلام برقرار کنن، تعاملی صحیح، گفتمانی واقعی و درست به این که چیست و چه باید کرد و راه زندگی چیست، که اگر این راه باز شود و امیدواریم هم که باز شود، این حرکت ها و این ناامنی ها همه و همه اینا همه خود یک نویدی میدهد به این که فکرها باز میشه، مخصوصا اگر در گفتمانها و در گفتگوها آینده مطرح شود که اسلام دین انسانیت است، ولی این دین انسانیت در آینده جهانی خواهد شد. میبینی دوستان، ترجیبند همه حرفاشون جوونان. هی میگن هوشیار باشید، هی میگن دشمن میخواد ال کنه، دشمن میخواد بل کنه، هی میگن داره نفوذ صورت میگیره، ناامنیایی هست، میخوان ضربه بزنن. خلاصه این که همینجوری دارن جلز و بلز میکنن و آه و ناله سر میدن، بعد همزمان با همین آه و ناله ها زور میزنن تا با سیلی تشویق و تجلیل صورت رنگ پریده عظما رو سرخ نگه دارن. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از اقدامات ضد تروریستی نهادهای امنیتی و نظامی تجلیل کردند. در جلسه امروز مجمع گزارشی از اشراف اطلاعاتی و امنیتی وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی و مسلح بر گروهک‌های تکفیری و تروریستی ارائه شد. تناقض اندر تناقض، سوتی پشت سوتی. آخه اگه نیروهای امنیتی و نظامیتون اشراف دارن، اگه همه چی حله، اگه اوضاع ردیفه، پس این همه ترس و وحشت واسه چیه؟ این فتنه کردنتون واسه چیه؟ از همه مزکتر این خرچنگ ولایته که از یه طرف میگه ارزش ها زیاد شدن، از طرف دیگه از زخم فتنه میناله. آخوند احمد خاتمی: عده‌ای می‌خواهند بگویند ملت ایران شور و اشتیاقی برای ادامه ارزش‌ها ندارد، اما این تحریف واقعیت است، چون تعداد ارزشی‌های ما در طول این سالها کم که نشده بلکه بیشتر هم شده است. فتنه چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد، زیرا فتنه زخم عمیق بر بدنه انقلاب اسلامی بود. رفقا میدونی چرا اینا اینقدر به در و دیوار میکوبن؟ بنبست آقا جون، بنبست. خر سرکوبشون تو گل گیر کرده، قافیه رو باختن. بعد این همه سال بگیر و ببند، تازه حرفشون اینه که باور جوونا عوض شده،
تازه فهمیدن که نظامشون آبکش شده و دشمن از همه سوراخ‌ها داره نفوذ میکنه. سیدعلی تو همه چی به ته خط رسیدی. آره تو همه چی.